خیلی ماسک خوبیه. سلام به همگی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، کیفتون کوک باشه. امروز اومدیم با یه ماسک موی فوق‌العاده مخصوص شماهایی که موهاتون مثل من خشکه، توی گرمای تابستون خشک‌تر شده. وقتی هم که میرم باشگاه میام موهام انگار خشک‌تر میشه به خاطر اینکه بیش از حد عرق میکنم، آب بدنم کم میشه. گفتم تو این گرمای تابستون و با خشکی موهامون یه ماسک آبرسان درست کنیم که از شر خشکی موهامون خلاص بشیم. قبل اینکه بریم این ویدیو رو ببینیم مطمئن باشید کانال منو سابسکرایب دارید، لایک و کامنت فراموشتون نشه. خب همونطوری که دیدی درست کردن این ماسک خیلی راحته. ما به بذر تخم کتان احتیاج داریم و 2 لیوان آب، 1/4 پیمانه بذر تخم کتان و 2 لیوان آب. در آخر هم میتونید مثل من از روغن استفاده کنید، میتونید استفاده هم نکنید، هر جوری خودتون راحتید. ولی من بعضی موقع روغن میریزم، مثلا این سری روغن کرچک ریختم، بعضی موقع روغن آرگان میریزم، یعنی هرچی دستم بیاد و دوست داشته باشم میریزم. شما مگه روغن ندارید مشکلی نداره، میتونید فقط با تخم کتان و آب این ماسک رو درست کنید. این ماسک ژله‌ای ما اینو زودتر برداشتیم که خیلی سفت نشه، چون نمیخوایم اون حالت سفتی رو داشته باشه که از رو موهامون سر بخوره بیاد پایین. این ماسک معجزه میکنه، موهای شما رو آبرسانی میکنه، موهای شما رو نرم میکنه، حتی باعث میشه موهاتون گره نخوره. یعنی میتونم بهتون بگم هر موقع دیدید موهاتون خشک شده، آب خودش رو از دست داده، میتونید از این استفاده کنید. اینو تا 1 هفته میتونید توی یخچال نگه دارید، درشو ببندید، اگه اضافه اومد براتون توی یخچال نگهش دارید و ازش استفاده کنید. تو هفته دوبارم بهتون توصیه میکنم که این ماسک رو درست کنید و بذارید روی سرتون. اول از همه به کف سرتون میزنید و ماساژ میدید، بعدش که موندش به ساقه های موهاتون میزنید. 45 دقیقه الی 1 ساعت میذارید روی سرتون بمونه.
میتونید بپوشونینش، حالا با پلاستیک یا کلاه دارید، گرمش کنید، بعد برید حموم و روتین معمولی حمومتون رو داشته باشید. اینم میتونید با قطره چکون بریزید، حتی مثل منم میتونید توی کف دستتون بزنید به کف سرتون و ساقای موهاتون. چم گفتم اینجور ماسکا رو که میخواید بزنید واسه موهاتون، همیشه موهاتون رو شونه کنید که گره چیزی نداشته باشه. یعنی قبل ماسک مو شونه مو فراموش نشه. حالا من موهام شونه کردم، گفتم اینجا هم بیارم یادم نره، ولی شما همیشه یادتون بمونه. مثل که من ماسک رو میزنید کف دستاتون و به کف سرتون میزنید. قطره چکون داشته باشید یا از این جاسوسی ها، اینطوری هم میتونید با اونا بریزید و همه کف سرتون رو ژل کتان بزنید. ترجیحاً این کار رو توی حموم انجام بدید، چون کثیف کاری داره دیگه. میریزه زمین. من چون میخواستم ویدیو بگیرم گفتم اینجا بگیرم چون نورش خوبه. اینجا براتون بگیرم. اول کف سرتون، بعد ساقه های موهاتون. به همین راحتی. خیلی ماسک خوبیه. این ماسک اصلا انقدر موها رو سبک میکنه، بعد راحته این ماسک. یعنی کلا من ماسکایی که بهتون معرفی میکنم ماسکای راحتی هم. با کمترین چیزا ماسک میسازیم. اینجا فعلا بسته کف سرم. ساغرم که همیشه بهتون گفتم تیکه تیکه جدا میکنید، دستتون رو ژلی میکنید و به ساقه هاتون میمالید. بچه هایی که مثل من ساقه های موهاشون بلنده، خب آخر سر یه تیکه هم موهاتون، مثلا موهاتون رو 2 قسمت میکنید. خب مثلا تا اینجا ماسک زدید، این تهش خب راحت چیز نیست دیگه. اینو داخل ماسکتون میکنید و قشنگ اینو خیس میکنید که دیگه خیالتون راحت باشه ساقه‌هاتون از خشکی در بیاد. حتما این ماسک رو استفاده کنید و نظراتتون رو توی کامنت برام بذارید. اگه کسی هم استفاده کرده یا ماسکی بلده برای اینکه به موها آب رسانی بشه، حتما بهمون بگه. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.